علی پور عزیز تندیس بهترین بازیکن اسفند ماه و از نگاه فوتبال 360 دریافت کردیم. خب اوایل فصل خود سخت شروع شده بود، ولی مهمش اینه که بعد اومدن آقای کارتال شرایط برگشت و همه بازیکن‌ها اعتماد به نفس خیلی خوبی داشتن. اون اعتماد به نفس، اون انگیزه‌ای که باید به بازیکن‌ها برگشت. اصلا فکر و ذکرم این نیستش که بتونم خودم رو به کسی ثابت کنم یا رکورد کسی رو بزنم. من تلاش میکنم در راستای اهداف تیمی، دیگه بقیه‌اش میسپارم به خدا، انشالله خودش هرچی می‌خواد. چه تو روزای بد که شما از پشت تلویزیون میبینید و چه تو روزای خوب، تو تمام روز ما تمام سعی تلاشمون رو به یه اندازه داریم میکنیم، حتی بیشتر. ولی بعضی اوقات پیش میاد، ولی مهم اینه که استمرار داشته باشه این تلاشه و هیچ وقت ناامید نشی و مهمتر از همه اینا توکلم و توکل قلبیم به اون بالاسری خدا بوده و همیشه هم اینطور هست. درسته این تندیس به ما تعلق گرفته تو این ما، ولی تلاش دست جمعی و گروهی کل تیم بوده، هم از بازیکنان و کادر فنی که در رأسش لطف و عنایت خدا دوباره شامل حال من شد و تونستم برنده این تندیس بشم.